در قوم بنی اسرائیل سه نفر دوست با هم از صبح از خانه خارج شدن، رفتن صحرا و کوه. هوا طوفانی شد، پناه بردن به غاری. وقتی که در غار رفتن، کوه لرزش پیدا کرد یا رانشی در کوه ایجاد شد، صخره از بالا جدا شد، آمد در غار رو مسدود کرد. رفتن 3 نفری با 6 تا دست، هر قدرتی که داشتن خواستن صخره رو کنار بزنن، صخره اصلا پرس شده بود دم در. نشستن 3 نفری، گفتن مرگ ما حتمیه، موبایل که نیست، وسیله ارتباطی هیچی نیست، هوام طوفانی و بارندگی، ما هم تو این غار دارم مسدود شده، مردم از ما خبر ندارن، مرگ ما حتمیه. فکر کردن به این نتیجه رسیدن. 3 نفری با هم مشورت کردن، گفتن تنها کسی که میتونه ما را نجات بده از این هلاکت فقط خودشه، وگرنه کسی از ما ارتباط نداره و خبر نداره و اطلاع نداره. گفتن چه کاری بکنیم که اونو راضی بکنیم؟ توسل دوم، توسل به اعمال صالح خود انسان. بس 3 نفری با هم فکر کردن، به همدیگر گفتن که هر کدوم از ما فکر بکنه در گذشته عمرش چه عملی خالصاً برای خدا انجام داده، دور از چشم مردم، نه به خاطر ریا و شهرت و سمعه، فقط به خاطر خدا. فکر کردن، تو پرونده 40-50 سالشون ورق زدن، تو ذهنشون نه اونجا خود نماز ریایی خوندم، اونجا صدقه دادم که مردم بگن فلانی صدقه داده، اونجا تو نمیدونم اونجا همش اینا، تا رسید نفر اول به یک نقطه. وقتی به اون نقطه رسید گفت پیدا کردم. خیلی ها ازش گذشتم چون خالص به خاطر خدا نبود، ولی یک نقطهش میدونم که 100% از دل خودم خبر دارم که به خاطر خدا بود. گفت چیه؟ گفت اینه. بلند شد از کنار اون 2 نفر رفت نشست، خیلی متواضعانه دست بلند کرد، گفت بارالها من پدر و مادر پیری داشتم. خوب دقت بکنید، بارالها من پدر و مادر پیری داشتم و گله گاو و شتر و گوسفند داشتم، عیالوارم بودم، بچه داشتم، هر روز میرفتم گله رو میبردم صحرا، شیر رو میدوشیدم میآوردم، قبل از این که به بچه هام بدم اول به پدر و مادر پیرم میدادم تا اونها بخورم بنوشن از من راضی باشن، بعد به بچه ها و فرزندانم میدادم. تا اینکه یکی از روزها رفتم صحرا دنبال گله، وقتی آمدم که شب شده، هوا خیلی تاریک شده، مقداری از شب گذشته، بچه ها گرسنه‌ان، همه گریه میکنن. شیر تو دستم آوردم، دویدم به طرف پدر و مادرم که هر دوتا خواب رفتن، انتظار کشیدن، خواب رفتن. بچه هم فریاد میزنن، گریه میکنن بابا شیر بده. من همینطور لیوان شیر یا اون ظرف شیر رو تو دستم گرفتم، ایستادم، به بچه هم ندادم که اول پدر و مادرم راضی بکنم. و این دوتا همجور تو خواب بودن، بیدار نشدن تا وقت سحر بیدار شدن که من ایستادم سر پا، ظرفم تو دست منه. بعد گفتم بابا شیر بگیر، مادر شیر بگیر بخور. گفت پسرم تو ایستادی؟ گفت معذرت میخوام، وقتی من آمدم شما خواب بودید، شیرتون رو بگیرید بخورید. خوردن، تشکر کردن. گفت بارالها اگر احترام به پدر و مادر، خدمت پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، رضای پدر و مادر رضای توست و خدمت به اونها رضای توست و دستور توست، تو دستور دادی که من به پدر و مادرم اکرام بکنم، احترام بکنم. خدایا اگر این کار رو من به خاطر رضای تو کردم، مشکل ما رو حل بفرما. هنوز دستش پایین نیامده بود که صخره جابجا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند پله منبر رو میشمرد، گفت آمین آمین آمین. 3 تا آمین گفت، 3 تا پله منبر که رفت بالا. صحابه تعجب کردن این 3 تا آمین مال چیه؟ جواب داد اولین آمینی که گفتم جبرئیل آمد، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از رحمت خدا به دور باد، محروم باد کسی که پدرش یا مادرش یا پدر و مادرش در حیات باشن، سبب آمرزیده شدن گناهان اون پسر نباشن. و این پدر و مادر از دنیا ناراضی از فرزندان از دنیا برن و فرزندانشان در حیاتشان آمرزش از خدا نگیرن به وسیله پدر و مادر. یعنی پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم پدر و مادر وسیله است که انسان بتواند از خدا آمرزش بگیره، ولی پدر و مادر رفتن این فرزند آمرزیده نشد. بگو آمین. گفتم آمین. و علما میگویند دعای پدر و مادر در حق فرزند، دعای خیرش مثل دعای نبی در حق امتش هست. و نفرین پدر و مادرم
نفرین خطرناکی است و امروزه اکثر جوانان از پدر و مادرشون بیزارند، زود از پدر و مادرشون سیر میشوند. هنوز پدر و مادر جوانند، افتاده نشدن سیر شدن. مادر 40 ساله 50 ساله، خدا نکنه که مریض بشه، افتاده بشه. خانه سالمندان. مردایی هستن که به خاطر زن جوانشان مادر پیرشون رو در بدر کردن، چون زنش گفته یا من تو این خانه یا این مادر پیر خرفتید. گفته تو باشید کدبانوی خانه من، چراغ خانه من. این مادر پیر یه جای جاش میشه. تو سالمندا تعبیرش میدیم. ماهی 30,000 تومن به سالمندان میدم. نفر دوم بلند شد، یادش آورد تو پرونده گذشتهش، رفت نشست به زانو دست بلند کرد، گفت خدایا من دخترعمویی داشتم، دنبال دخترعمو بودم که به حرام تمکین من بشود، نه در حلال خدا. دنبال دخترعمو بودم که به حرام، در حرام تسلیم من بشود. ولی دخترعمو مؤمن بود. هر بار که طرفش میرفتم منو تذکر میداد و نصیحت میکرد، تا اینکه قحطی افتاد در منطقه. من پسرعمو وضع مالی و اقتصادیم خیلی خوب بود. یک روز، 2 روز، 1 ماه، 2 ماه قحطی همه جا رو در بر گرفت. دخترعمویی که سالهای سال دنبالش بودم که تسلیم من بشه، تسلیم نمیشد، از خدا میترسید. یه روزی در خانه من زد، در باز کردم که دخترعموست. گفت پسرعمو میدانی قحطی شده، خدا به تو مال داده، امکانات داده، یه مقداری از اون امکانات در اختیار من بگذار تا بتونم خودم از مرگ نجات بدم. پسرعمو در منتهای بیرحمی گفت من در اختیار تو قرار میدم به همون شرط قبلی که خودتو تمکین من بکنید. دخترعمو سرش انداخت پایین، رفت خجالت کشید. دوباره برگشت، نیاز داره. دوباره رفت و برگشت، دوباره رفت و برگشت. هر بار که برمیگرده پسرعمو همون شرط رو مطرح میکنه. انسان نمیدونم بعضی موقع هوس حرام میکنه، در صورتی که همین دخترعمو راضی بود که زن حلالش بشه. تو هم پول داری، عقدش کن، زن حلالت باشه. چی لزومی داره که هی بگی شرط داری؟ کافیه که یک صیغه خونده بشه، زن حلالت میشه. ولی شیطان نمیذاره که صیغه خونده بشه. تا اینکه بعد از چند بار رفتن آمدن دخترعمو تسلیم شد. مسئله به جای پیش رفت که به جای باریک رسید، جای خطرناک و حساس. قبل از اینکه دامان عفیف و پاک دامن دخترعمو آلوده بشه توسط پسرعمو، دخترعمو فریاد زد. اونجایی که دیگه کار میخواست به نقطه صفر رسید، دخترعمو احساس خطر کرد، دوباره فریاد زد یا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. ای پسرعمو از خدا بترس، اتق الله، و این کار رو انجام نده مگر با حقش. حقش یعنی صیغه عقد شرعی باید خونده بشه، حلال. خوب دقت بکنن برادرها که پسرعمو سالهای سال دنبال دخترعمو بوده و حرام محاله که به چنین جایی برسه بتونه ترک حرام بکنه. اما همین کلمه اتق الله یا ابن العم، از خدا بترس پسرعمو، همین کلمه سبب شد که دل پسرعمو را برارزاند و خدا ترسی را در پسرعمو ایجاد کند. پسرعمو بلند شد. فاصله پسرعمو تا زنا کمتر از 1 ثانیه بود. فقط همین کلمه اتق الله نجاتش داد. پسرعمو از اون حالت سخت بلند شد، لباسشو پوشید، کلید خزینش دست دخترعمو داد، گفت این ملک مال توست، هر چی میخوای برو استفاده کن. خدایا منو ببخش. اگر این دخترعمو نمیگفت اتق الله، چه فاجعه‌ای رخ میداد. بعد پسرعمو درسش میلرزونه اینطوری، میگه خدایا اگر من از اون صحنه خیلی سخت فقط به خاطر کلمه اتق الله بلند شدم، خدایا مشکل ما رو حل بفرما.
هنوز دستش پایین نیاورده بود که صخره تکون خورد، مقداری کنار رفت. سرشون رو بیرون میکنن ولی خودشون نمیتونن بیرون بشن. نفر دوم بلند شد نشست، نفر سوم آمد، گفت پروردگارا چند سال پیش اجیری کارگری آمد در خانه من، کارگری کرد. بعد از چند روز کارگری آمدم مزدشو بدم، گفت مزد من پیش تو بماند، میرم بر میگردم به عنوان امانت. رفت 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، چند سال طول کشید. این شخصی که صاحب کار بود و امانتدار بود اون مال رو در تجارت انداخت و روز به روز مال اون کارگر رو هی افزایش میداد، هی زیاد میکرد، امانتداری که از اون مال کم نشه. بعد از چند سال دید که شخصی ناشناخته آمد، نمیشناختش، چهرهش عوض شده بود، خیلی وقت گذشته بود. در زد، رفت در خانه، سلام علیکم. علیکم السلام. منو میشناسی؟ یادم نمیاد. چند سال پیش من کارگر تو بودم، اجیر بودم، دستمزدم پیش تو موند به عنوان امانت. گفتم میرم بر میگردم. اتفاق زمان و دنیا سبب شد که من چند سال تأخیر بکنم. من آمدم دنبال اجرتم، دنبال حق کارگریم و امانتم. گفت خیلی خوش آمدید. دستش گرفت، گفت این گله گاو مال توست، این شترا مال توست، این گوسفندا مال توست، این اموال مال توست. گفت برادر از من مسخره میکنید؟ من که مبلغ کمی در حد 3 روز 4 روز کارگری پیش تو گذاشتم، اینا از کجا آمده؟ گفت باور بکن که اینا مال توست. روزی که تو رفتی من فکر کردم که اگر این بگذارم روز به روز ارزشش کم میشود. تو تجارت انداختم، خرید و فروش کردم، مالت امروز شده به این گله. این همه رشد کرده، زاد و ولد کرده، همش مال خودته. باور بکن که مال خودته. اونم کوتاهی نکرد، هرچی مال و اموال داشت به سینه انداخت، هرچی مالهای دیگه داشت بر اون چارپایان هم کرد، به سینه انداخت و رفت. نگفت پس این یک گاو و این 10 تا سکه مزد این همه خدمات و زحمات تو که در مال من تلاش کردی که مال من این همه رشد بکنه. اون طرف هم ناراحت نشد، گفت خدایا اگر من اون روز که امانت داری کردم فقط به خاطر که تو گفتی خدا بندگانی رو دوست داره که امانت دارن و در امانت خیانت نمی کنن و امانت رو نگهداری می کنن و بعد به صاحبانش پس می دهن و مزدش رو از من می طلبن. خدایا اگر اون عمل رو به خاطر رضای تو انجام دادم مشکل ما رو حل بفرما. سومی که دعا کرد صخره رفت کنار، هر سه تا آمدن بیرون، دوباره یک دعایی به عنوان تشکر از خدا کردند که خداوند به برکت توفیقی که در گذشته برای عمل صالح خالصانه بهشون عطا فرموده بود از خدا تشکر کردند.